با محفل نور صفا خوش آمدید یاران، امشب ز عشق عید شده روشن دل و دامان. عید آمده با شادی و با عطر دای خیر، دلها همه مهمان خدا، لبها پر از تکبیر. این عید پاک یادگار حضرت ابراهیم است، درس اخلاص و وفا راه یقین و دین است. بیایید تا کنار هم لبخند را قسمت کنیم، از سفره مهر و وفا دلها را راحت کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. عید سعید قربان، عید بندگی، ایثار و تقرب به درگاه خداوند متعال را به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می‌دارم. امروز در فضای سرشار از محبت و همدلی گرد هم آمدیم تا این عید بزرگ اسلامی را با دعا و شادی جشن بگیریم. امیدوارم لحظاتان لبریز از آرامش، برکت و خوشی باشد. عید قربان یادگار اخلاص حضرت ابراهیم علیه السلام و تسلیم در برابر فرمان الهی است. روزی که دلها با مهربانی و دستها با یاری نیازمندانه گشوده می شود. با بهترین آرزوها برنامه امروزیمان را آغاز می کنیم. همراه ما بمانید تا لحظات زیبایی را در کنار هم سپری کنیم. عیدتان مبارک. در ابتدا یک پیام تبریکی می داشته باشیم از بنیانگذار مکتب لیسه عالی خصوصی ژرف اندیشان دانش، جناب محترم مستر انجینر سمید آقا دانش کوهستانی. بسم الله الرحمن الرحیم. با نمایندگی از رهبری و کادر آموزشی لیسه خصوصی ژرف اندیشان دانش، فرارسیدن عید سعید قربان را برای کافه ملت مسلمان افغانستان، علل خصوص مردم شریف ولایت کاپیسا و پروان، همچنان والدین شاگردان لیسه تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم. امیدوار هستم یک عید خوب و خوش را در کنار فامیلایتان داشته باشین و با امید قبولی طاعات و عبادات همه شما هستیم. امروز در برنامه خود سالی جان با خود داریم. سلام سالی جان، صبحت بخیر. صبح خودتان بخیر، عیدتان مبارک. سالی جان امروز روز عید است، تا به حال به کجاها رفتی؟ خانه مامایم، خانه کاکایم. از کیها عیدی گرفتی و بیشترین عیدی را کی دادت؟ از کاکایم، از مامایم عیدی گرفتم و بیشترین عیدی را بر پدرم داد. امروز روز عید است سالی جان، چه تحفه داری به برنامه ما؟ یک شعر میشنویم. چه پسخته که بکرده عقب لرده، چه پسخته که بکرده عقب لرده، چه ده هر چیز موارده عقب لرده، چه ده هر چیز موارده عقب لرده، چه خکلاد کندر کرده آقا مرده، چه خکلاد کندر کرده آقا مرده، چه طول چت پیره سرده آقا بلرده، چه لوپر دی لیوانه دی آقا زوی دی، چه بیا هم تابیدار دی آقا بلرده، چه نبد دی او نخه دی آقا تر دی، چه هم خدی او هم یار دی آقا بلرده، زمانم دموت و زور دی سکه ورور دی، زمانم دموت و زور دی سکه ورور دی، د سالی چې پی جوړ کال دی، د سالی چې پی جوړ کال جوړ دی آقا پلار دی. یمن علی مننه. ماشاءالله بسیار عالی. عیدکی برات آماده کردم پدر جانم. تشکر سالی جان از این که در برنامه ما حضور داشتی. اگر کدام پیام یا گفتنی دارید کامرا به خدمتت. پیام ما به سالم ای است که همیشه درس بخوانند تا یک آینده خوب داشته باشند. تشکر. یک پیام از شاگردان لیسه عالی خصوصی ژرف اندیشان دانش کوتاه میبینیم، دوباره برمیگردیم. هپی عید. عید قربان مبارک. لوی اختر مبارک شه. اذهب عیدک مبارک. عید مبارک بولسین. در این قسمت برنامه با خود خواهر عزیزمان آسنا جان داریم. سلام، صبح بخیر آسنا جان، عیدت مبارک. عید قربان آمد و دلها صفا گرفت، هر قلب ز نور ایمان جلا گرفت. این عید قصه عشق و فداکاری است،
این عید قصه عشق و فداکاری است وقتی که بنده راه خدا گرفت. علیکم السلام، صبح شما بخیر. امیدوارم خوب و صحتمند بوده و عید قربانه از صمیم قلبم برای شما تبریک میگم. تشکر. آسنا جان لباسات چقدر مقبول است؟ انتخاب کیست؟ انتخاب مادر جانم. آسنا جان تصمیم دارید در روزه عید کجاها چکر بری؟ خانه ماما جانم، خانه کاکا جانم، خانه عمه جانم. آسنا جان در مکتب صنف چند هستی و دوست صمیمیت کیست؟ در مکتب صنف 5 هستم و نزدیکترین دوستم حلیمه جان است. کدام مضمون خوش داری و میخواهی در آینده چیکاره شوی؟ مضمون ریاضی را دوست دارم و در آینده میخوایم دکتر شوم. آسنا جان امروز روز عید از ما چی توفه آوردی؟ متن انگلیسی که آوردم. میشنویم. Eid al-Adha Mubarak, an Eid that reminds us of faith, sacrifice and obedience, a day when hearts come closer to God and our souls are filled with devotion. I hope this Eid brings you peace, blessings and sweet moments. Eid Mubarak to you. May you are sure of these be happiness and a peaceful heart. ماشاءالله بسیار مقبول. تشکر از آسنا جان که در برنامه ما تشریف آوردن. اگر کدام پیام یا گفته این داشته باشی کم را به خدمتت. پیام به همسن سالایم ای است که درس بخوانند، تلاش کنند و مهربان باشند و هیچ وقت اجازه ندهند که ناامیدی جای امیدی را در دلتان جای بگیرد. حالا یک پیام ایدی از شاگردان لیسه عالی خصوصی ژرفاندیشان دانش را میبینیم و دوباره برمیگردیم. عید سعید قربان، عید بخشش، فداکاری مبارک. حالا با خود شاگردان نازنین صف اول را داریم و قرار است برای